Ladies and gentlemen, let us welcome the teams of Palestine and Tajikistan. Monomol Janamon, Verdastavoi, Palestine و تاجیکستان رو پشواز می‌گیریم. درود و شب بخیر بیننده‌های عزیز، تماشاگران گرامی قدر، مخلصان و علاقه‌مندان شبکه فوتبال، یکی شما را دعوت می‌کنیم به بازی آخرین مرحله انتخابی چمپیونات آسیا 2026 در گروه سی. منتخب‌های فوتبال بانوان تاپ 20 ساله تاجیکستان و فلسطین به مسافه هم می‌آیند. باید بگیم که نوابسته از نتیجه رقابت امروزه علیه تیم‌های ملی بانوان فلسطین و تاجیکستان امکانی راه یافتند به قسم نهایی جام آسیا 2026 را به پورگی از دست دادند. از این گروه تیم ملی استرالیا صاحب رقابت گردید، اینچنین تایپه چین نیز از زینه دوم توانست که صاحب رقابت شود به قسم نهایی چمپیونات آسیا. یکچین‌های تاجیکستان و فلسطین باشد در دورهای یکم و دوم پای هم به شکست روبرو گردیده امکان ادامه دادن این مسابقه را از دست دادند. خب سرودهای ملی هر دو کشور صدا می‌دهد، گوش می‌دهیم و بعداً گزارش مستقیم خویش را ادامه می‌دهیم. And now the national anthem of Tajikistan, Aqno Surud Milli Cumhuri Tajikistan صدا می‌دهد. خوب بیننده های عزیز، گزارش مستقیم ما ادامه میکند. باید قید نماییم که تاکنون در مرحله انتخابی چمپیونات آسیا 2026 بین منتخب های بانوان تا 20 ساله تیم های ملی فلسطین و تاجیکستان تاکنون به زدن گل دست نیافتند. واقعا هم مراسم قرعه‌کشی که سنه 28 مارت سال جاری در کشور مالایزیا صورت گرفت برای هر دو منتخب بسیار هم مشکل افتاد. هم تاجیکستان و هم فلسطین که چندان تیم های پرقوت نیستند در مقابل ابرقدرت های آسیا قرار گرفتند. استرالیا برنده نشان های برنجی چمپیونات آسیا در سال 2024 و منتخبی تایپه چین و در دور اول فلسطین از تایپه چین با حساب 4-0 شکست خورد. تاجیکستان با حساب 14-0 از استرالیا. در دور دوم فلسطین از استرالیا با حساب 0-3 و تاجیکستان نیز عیناً با چنین حساب از تایپه چین مغلوب گردید. تا این دم منتخب استرالیا به دروازه خود منتخب فلسطین به دروازه خود 6 گل سر داده است و
تیم ملی بانوان ما باشد و در روزه خود 17 گل سر داده، هر دو منتخب به زدن یگان گل موفق نگردیدند. گروه داوران به ما نشان داده می شود وخوری مذکور داور از جمهوری اسلامی ایران مهنوز زوکی حکمی میکند. یاورونیو از کنارها هموطنانش هستند آتینو لشنی و سکی ناکاموتو از کشور ژاپن. داور چهارم از کشور ژاپن است، موصوف کنیماتسو هارونا می باشد. کمیسر این رقابت پاک اونجی از کشور کره جنوبی است. در رقابت امروز بازیگران فلسطین با پیراهن‌های رنگش سرخ و منتخب تاجیکستان با پیراهن‌های رنگش سفید رقابت میکند. طور میبینیم در هیئت اساسی در قیاس با بازی دور دوم که آنجا بانوان ما با تایپیچین رقابت کردن اندکی دیگرگونی دیده می شود که البته در این مورد ما در ادامه گزارش برای شما حرف خواهیم زد. با استثنای دو منتخب باقی مانده اشتراکچیان مرحله نهایی چمپیونات آسیا معلوم شدند. تنها غالب گروه جی که آنجا ازبکستان و اردن بازیشان در همین وقت و زمان جریان دارد معلوم نیست. باید بگم که هم ازبکستان و هم اردن امکانی را یافتند و قسم نهایی چمپیونات آسیا 2026 را صاحبند، چون که از گروه جی اردن اگر زینه دوم را صاحب شود پس با دریافت تناسب توپ ها به قسمت نهایی چمپیونات آسیا راه می‌یابد. فعلا وخوری مذکور با حساب 2-1 به فایده اردن جریان دارد. خوب از مرکزی میدان وخوری منتخب‌های تاجیکستان و فلسطین آغاز گردید، ولی داور مرکز زود صداوشتک خود را بلند نموده و اشاره میکند که باید از سر نو فوتبال بازان فلسطین توپ را به بازی وارد سازند. در وضعیت قبلی فکر میکنم کمیسر رقابت مانع آغاز شدن رقابت گردید، چون که همان حسابی که در تابلو نشان داده شد با همان وقتی انیکترش با ساعت کمیسر رقابت موافقت نکرد. جمعه منتخبی فلسطین نرین ابو اسفر نخستین هجوم دستش را در وخوری امروزه براه ماند که این وضعیت را دفاعگران ما توانستند که برطرف نمایند. با هیئت هر دو دسته شناس میشویم. تیم ملی بانوان فلسطین در رقابت امروزه میزبان نمینالی هستند. در خط دروازه این تیم رقم 1 میرف معروف برآمد میکند. فوتبال بازان این دسته رقم 5 رینا اوساریو، 6 نرین ابو اسفر، 7 دین عبدین، 9 رند حلوانی، رقم 12 سلینا غنیم، رقم 14 اودری فیلیپس، 16 لیلا اتمنا، رقم 17 اویا سمرت، رقم 18 نجوه سبق و اینچنین بازیگری شماره 20 پیا قسیس. سرمربی منتخب بانوان توبی سوله فلسطین احمد حماد می باشد. هیئت تیم ملی بانوان توبی سوله تاجیکستان دروازه‌بان رقم 16 فرهناز خالدورова، بعدا بازیگران دیگر رقم 2 شهزاده اوچیلدی و 3 زرینه سفرزاده، 4 مهرینگار میرزایی و این بازیگر در رقابت امروزه از دقیقه های اول بازی را شروع کرد. موصوف در بازی دور دوم بر مقابل تایپه چین در حد ذخیروی بود و اگر اشتباه نکنم در نیمه دوم وارد رقابت گردیده بود. بعدا مرجان سعید و رقم 7 او همزمان کاپیتان هست، یعنی با دستبند کاپیتانی در میدان هنرنمایی میکند. رقم 9 اورام نصرالله و 14 تخمینه بهرام، 15 الجمال المراد و 19 کامل رسول و 20 شکرانه استایبه و فوتبال بازی شماره 22 شاه صنم حجیمتوه. یوسف ربیف متخصص محلی سرمربی منتخب بانوان توبی سوله تاجیکستان به حساب می رود. این بازیگران فلسطین به نتیجه جنبش گردید. دستپروران یوسف ربیف کوشش میکنند که به عکس الهجوم فرار کنند، ولی شاه صنم حجیمتوه نتوانست که توپ را در نظارت خود نگاه دارد.
چمپیوناتی آسیا بیننده‌های عزیز در کشور تایلند برگزار می‌گردد. این کشور انیخترش این منتخب به حیث میزبان صاحب رخصت گردید. بعداً غالبون دیگر گروه ها رو برای شما اینجا خواهم گفت. در عموم در مرحله انتخابی 33 منتخب در 8 گروه میان هم مبارزه بردند. از گروه A کره شمالی، از گروه B ویتنام، از گروه C استرالیا، از گروه D هندوستان، بعداً از گروه E جمهوری مردمی چین غالب شده صاحب رخصت گردیدند. از گروه F ژاپن زینه اول را به دست آورد. فعلا غالب گروه G معلوم نیست. آنجا ازبکستان با اردن میان هم رقابت دارند. از گروه H کره جنوبی صاحب رخصت شد. بعداً دو تیم دیگر در زینه های دوم با نتیجه های بهتر موقع گرفته و قسم نهایی چمپیونات آسیا روی خش را هموار ساختند که آنها بنگلادش و تایپی چین می باشند. فعلا دو اشتراکچی دیگر معلوم نیست. دو اشتراکچی مرحله نهایی چمپیونات آسیا که با احتمال زیاد آنها ازبکستان و اردن هستند. وضعیت استانداردی به فایده بازیگران فلسطین. در این وضعیت بازیگر شماره 20 شکرانه اوستوی و غیر قاعده بازی کرده است. بر مقابل بازیگر شماره 14 اودری فیلیپس غیر قاعده حرکت کرد. اکنون اجازه داده شد ارسال دور و دراز به خط حمله. شکرانه اوستوی و مجبور شد که به قفا پاس بدهد. اینجا آوت و فایده فوتبال بازی ما است. یکی از رقابت‌های بسیار هم بدی تیم ملی بانوان تا 20 ساله ما بیننده‌های عزیز در مرحله انتخابی این رقابت دور اول بر مقابل استرالیا بود که آنجا ملی پوشان میهن با حساب خیلی بزرگ با نتیجه 14-0 مغلوب شدند. ولی بازی دور دوم در قیاس با بازی دور اول توجه خوب بود. بازیگران ما با دروازه خود گل‌های کمتر سر دادند. تایپی چین با حساب 0-3 شهدی غلبه چشید. باز هم قاعده بیان کنی صورت میگیرد با اشتراک خوبان فوتبال بازی تاجیک. از ضربه جریمه‌ای دفاعگر تیم ملی فلسطین توپ را به بازی وارد کرد. از آوت توپ به بازی وارد کرده می شود. مهرنگار میرزایو توپ از میدان بیرون نشده است و بعداً حمایتگر منتخب فلسطین زیر فشار قرار گرفت و مجبور شد که توپ را زده از میدان بیرون کند. چند پیش در رقابت حل کننده برای به دست آوردن گذرنامه گروه سی تیم های ملی استرالیا و تایپی چین با هم رقابت کردند. بخوری مذکور برای تایپی چین خیلی مشکل صورت گرفت و در نتیجه با حساب 3-0 آن رقابت جمع بست شد. البته با غلبه منتخب استرالیا و این منتخب با دریافت 9 امتیاز از صدر جدول گروه سی به مرحله نهایی جام آسیا 2026 روی خش را هموار ساخت. منتخب های تاجیکستان و فلسطین البته تیم های چندان پرقوت نیستند. می توانیم بگیم که این دو منتخب هنرنمایی یک رنگ دارند. البته اگر امروز ملی پوشان میهن توانند که همتایان خش از فلسطین را شکست بدهند، فکر میکنم برای مخلصان و هواداران تیم ملی
اندکی یک روحیه خوب میبخشد. قبل از شروع رقابت ها، یعنی قبل از آغاز رقابت های مرحله انتخابی در گروه سی، با اشتراک سرمربیان هر چهار منتخب نشست مطبوعاتی صورت گرفته بود. اونجا یوسف ربیعیف سرمربی تیم ملی ما قید کرد که آمادگی خوب دیدیم با مرحله انتخابی و کوشش میکنیم که به نتیجه های قابل توجه دست یابیم و یا اینکه با حساب های کمتر با شکست روبرو شویم. طوری میدونیم یکی از مشکلی های اساسی فوتبال بانوان ما در آن است که با حساب های خیلی بزرگ مواجه باخت میگردند. مبارزه برای به دست آوردن توپ ادامه کرد. اینجا فوتبال بازان فلسطین فشار میآورند. اما اکنون امکانی به عکس الهجوم فرار کردن هست. ارسال آرام نصرالله و به خط حمله، ولی پسی 9 دقیق بود. سراسیمه‌وار این ضربه را اجرا کرد. آرام از ضربه زده‌اش ناآرام بود. تقریبا 10 دقیقه از رفتی بخوری منتخب های تاجیکستان و فلسطین پشت سر گردید، ولی تا این دم دستپروران یوسف ربیعیف یگان وضعیت خطرناک و یا که اقلا به هجوم نرفتند تا با مرکزی میدان می آیند و به همین ترتیب هجومی بازیگران ما قطع می شود. برخی از مخلصان و هواداران و کارشناسان ساحه برای نظر بودند که در وخور امروزه، یعنی بازی بر مقابل فلسطین، برای بانوان ما اندکی آسان‌تر پسی سر می شود، چون که فلسطین نیز حریف پرقوت نیست. اوت به فایده بازیگران فلسطین است. توجه میکنیم به این وضعیت. برطرف کرده شد. تلاشی مرجان سعید و برای به دست آوردن توپ در مرکز میدان کاملا رسول و در احاطه 2 نفر توپ را از دست داد. داوری مرکز اشاره میکند که بر مقابلش غیر قاعده بازی کردن. در رقابت بر مقابل تایپه چین نیست، بر مقابل کاملا رسول و برها قاعده بازی ویران گردیده بود. اینجا بازیگر شماره 17 فلسطین آیا سمرت پای کاملا رو زیر کرده است. اینجا طبیبی تیم ملی ما مجبور می شود که برای رسانیدن یاری اولیه طبی وارد میدان شود. بله واقعا هم کاملا رسول و از پای خود جراحت گرفت. داور ایرانی از طبیب مطلب میکند که همون کارهای لازمه را بیرون از میدان باید انجام میدهد. از پای برخست کاملا رسول و وضعیتش چندان بد نیست، میتواند که بازی رو ادامه بدهد. به خاطر رعایت قاعده فیر پلی باید کاملا رسول و برای یک چند ثانیه باید از میدان بیرون شود. وضعیت استاندارد تیم تا دروازه مسافه خیلی دور است، ولی بازیگران ما کوشش میکنند که از این وضعیت به طور ثمرناک استفاده ببرند. ضربه بسیار هم سخت
از جانب ایمدگری مرکزی مو اجرا گردید. دوره میبینیم دروازه‌بانی تیم ملی فلسطین میرفت معروف بدون مشکلی ضربه را صایب شد. در مرکز میدان توپ را با کامیلا رسولووا پاس میدهد با مرجانه. آیسا آیسا فوتبال بازی ما نیست، از خط دفاع بیرون آمده بازی هجومکار را نشان میدهند. باید همین گونه نیز باشد. حرکتی بسیار هم خوب. فرصت برای بازیگران ما، ارسالی آرام نصرالله و چی طور این وضعیت به گل تبدیل نیافت. مرجانه سعید و یکی از بهترین وضعیت های گلزنی را نتوانست که استفاده برد. سروان تیم ملی بانوان تا 20 ساله کشور نزدیک بود که نخستین گل ما را در مرحله انتخابی چمپیونات آسیا به هدف رساند. ارسال انجام داده آرام نصرالله و نیز خیلی و خیلی خوب بود. یکی از بهترین وضعیت های گلزنی برای ملی پوشانی میهن از دست رفت. البته ضربه چندان قوی در کار نبود، میتونست که با یک رسشی نه چندان قوی مرجانه سعید و توپ رو به دروازه وارد کند. الکی مرجانه سعید و در موقع آزاد قرار گرفته بود. دین عبدین اکنون فلسطین برای رخنه کردن حساب تلاش میکند. ایمدگران ما هجوم رقیب را در نوبت اول توانستند که برطرف نمایند. فرحناز خالدار و از موقع خود بیرون آمد و اینجا قاعده بیان کنی با قید گرفته شد. باز هم ستاد طبیبان به میدان دعوت می شوند. فرحناز خالدار و ضمن برطرف کردن هجوم رقیب از قفس سینه خیش جراحت گرفت. بله، حمله‌آور تیم ملی فلسطین با فرحناز خالدار و برخورد که در نتیجه دروازه‌بان ما آسیب برداشت. الکی در نیمه اول بار دوم است که بازیگران ما جراحت میگیرند. بالاتر از این کامیلا رسولووا آسیب گرفته بود. همون هجوم براهمانده ملی پوشانی میهن برای ما نشان داده می شود. ببینید که چطور مرجانه از این ضربه را اجرا کرد. آرام نصرالله و که در کنار چپ هنرنمایی داشت موقع گیری همدستش را خیلی هم خوب پیخست کرد. ارسال اولی جناب به داخلی جریمه‌گاه انجام داد. هجوم جوابی منتخب فلسطین به راه مانده می شود. این وضعیت را مهرنگار میرزویeva برطرف کرد. کامیلا رسولووا اینجا فرصت برای بازیگران فلسطین، ولی فرحناز خالدار و از موقع خود بیرون آمد و توپ را صاحب شد. کامیلا رسولووا از رخساره خیش جراحت میگیرد. در همین وضعیت بازیگر فلسطین واقعا هم با دستش برای کامیلا رسولووا ضربه زد. البته این وضعیت از جانب داور مرکز از مد نظر داور مرکز دور ماند.
در رقابت بر مقابل تایپه چین در دور دوم دروازه‌بان تیم ملی ما خیلی هم خوب برآمد کرد. فرهنوز خالدور و نوباس از آن که به دروازه‌اش 3 گل سر داد، ولی در نیمه اول او دروازه خود رو از گل نجات داد. از ضربه جریمه‌ای 11 متره پنالتی اجرا نموده فوتبال بازی منتخب تایپه چین رو خیلی خوب برگرداند. ترکیب روی با اشتراک بازیگران ما مرجان سعید و اینجا ضربه کنجی به میان می آید. مرجان علکی در نیمه یکم یک وضعیت خوبی گلزنی رو از دست داد. او رو می باید که در ادامه رقابت انا همان اشتباه خود رو باید جبران سازد. الجمال المراتوبه ایمانگر مرکزی در نزد توپ است. مسعود از ضربه کنجی توپ رو با بازی وارد خواهد کرد. امکانیتی به نهایت خوب، ولی تخمینه بهرام ضربه خیلی بلند اجرا کرد. در روبرویش یکم بازیگر فلسطین قرار نداشت. تخمینه بهرام سراسیمه وار این ضربه را اجرا نمود. باز هم فوتبال بازان ما موفق میگردند که ضربه کنجی با بار آورند. این دومین ضربه کنجی بازیگرانی ما در نیمه اول است. باز هم برای به بازی در آوردن توپ و ضربه کنجی الجمال المرادوبه موظف میگردد. الجمال با پای چپ بازی میکند. ارسالی او به مرکزی جریمه‌گاه و دروازه‌بان فلسطین اولین شده توپ رو صاحب شد. در مبارزه های انفرادی بازیگران فلسطین موفق ترند، خاصه از ضمن مبارزه های کتف به کتف. در بیشتر وضعیت فوتبال بازان فلسطینی موفق میگردند. اشاره می شود که بازیگر فلسطین از اوت توپ رو نادرست به بازی وارد کرده است. اینجا بازیگر از سطح منتخب فلسطین جراحت گرفت. مفصوف در وضعیت قبلی ابو مرجان سعید و مبارزه برد برای به دست آوردن توپ. همکنون داور از او طلب میکند که باید بیرون از میدان از نظارتی طبیبان گذرد. دین عبدین در مرکز میدان با توپ است. یک بار 5-6 فوتبال بازی تیم ملی فلسطین به هجوم همراه می شوند. پی یک قصیص پسی نادرست انجام داد. شاسان مهاجمت و آرام نصرالله و سر وقت پس درست و دقیق نتوانست که با مرجان سعید و روان نماید. سرکرده از دهه دوم این وخوری در نمای بازیگران ما بهتر به نظر می رسد در قیاس با دیگر رقابت ها.
чемпионати осиё бинандаҳои азиз байни мунтахабҳои бонувони то 20 сола соли 2026 дар кишвари Таиланд баргузор мегардад. аз 1 то 18 апрел ва бо формати ҷадид ин мусобиқаи сатҳи қорабӣ роҳандозӣ хоҳад шуд. яъне 12-умин чемпионати осиё байни тимҳои миллии бонувони то 20 сола бо иштироки 12 даста сурат мегирад. қабл аз ин яъне 11 дафъаи дигар дар чемпионати осиё 8 тим ширкат мекарданд. аз ҷота 3 нафар ҳамлавари мунтахаби Фаластин натавонист ки гузарад. инҷо дастпарварони Юсуф Рабиев ба ҳуҷуми ҷавобӣ метавонистанд ки ферор кунанд, аммо Шукрона Устоева ҳаракатҳояш чандон хуб набуд. дар чемпионати осиё байни мунтахабҳои то 20 солаи занона аз ҳама бештар тими миллии ҷопон қаҳрамон шудааст. 6 дафъа дар солҳои 2002, 2009, 2011, 2015, 2017 ва 2019. тимҳои миллии Кореяи Шимолӣ ва Кореяи Ҷанубӣ ду маротибагӣ унвони қаҳрамониро ба даст оварданд. як маротибаи дигар ҷумҳурии мардумии Чин. нишонҳои заринро соҳиб шудааст. Тайбаи Чин як маротиба ва мунтахаби Австралия ду дафъаи дигар барандаи нишонҳои биринҷӣ шуданд. мунтахабҳои бонувони Фаластину Тоҷикистон то ин дам ягон маротиба ба қисми ниҳоии чемпионати осиё набаромаданд. Марҷона Саидова сарвони мунтахаб барои идома додани ин ҳамла талош кард, вале аз дасташ коре наомад. охирин чемпионати осиё байни мунтахабҳои занона соли 2024 сурат гирифта буд дар ҳамсая кишвари Ӯзбекистон ва он ҷо Кореяи Шимолӣ бо ҳамроҳии Ҷопон ба финал баромаданд. рақобати ниҳоӣ бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи Кореяи Шимолӣ ҷанбаст гардид. дар рақобат барои ба даст овардани нишонҳои биринҷӣ Австралия ва Кореяи Ҷанубӣ рақобат карданд. Австралия ки дар гурӯҳи Си бо мунтахабҳои Тоҷикистону Фаластин ва Тайбаи Чин рақобат кард, бо ҳисоби 1-0 пирӯз гардид. талоши футболбозони ҳарду мунтахаб барои боз намудани ҳисоб бенатиҷа аст. то ин дам футболбозони мо наздик буданд барои рақам задани натиҷаи ин вохӯрӣ. вазъияти хелам хуби голзаниро капитан Марҷона Саидова аз даст дод. ойдавайронкунӣ аз ҷониби Шукрона Устоева ба қайд гирифта мешавад. то ин дам довари эронӣ албатта бо вуҷуди чандин вазъиятҳои вайрон шудани қоидаи бозӣ ба ягон бозигар корти зар нишон надодааст. Нарин Абуасфар пасиё имконият барои бозигарони Фаластин. хушбахтона ин ҳуҷум бенатиҷа ҷамъ шуд. анамин бозигар футболбози шумораи 6 тими миллии Фаластин Нарин Абуасфар ки дар хати ним ҳимоя бозӣ мекунад, яке аз бозигарони меҳварӣ дар ҳайати ин тим дониста мешавад. Аудри Филипс бозигари шумораи 14 андаке ҷароҳат бардошт. инҷо муҳофизатгари мунтахаби Фаластин маҷбур мешавад ки тӯбро зада аз майдон берун кунад.
فوتبالبازان ما از اوت توپ رو با بازی وارد میکنند. ضربه از مسافه دور، بله میرفت معروف دروازه‌بان فلسطین توپ رو بدون مشکلی با دستان خش گرفت. در وضعیت قبلی حمایتگر مهرنگار میرزایی و از مسافه دور دروازه حریف رو نشان گرفت. حالت نوبازی نیست. هجوم منتخب فلسطین پس این نادرست اجرا کرده شد. انتظار میرفت که تیم ملی فلسطین در بازی دور دوم از استرالیا با حساب بزرگ مغلوب می شود، ولی خلاف این همه پیشگویی، خلاف این همه انتظاری ها حساب بازی چندان بزرگ نبود. 3-0 اونجا استرالیا غلبه کرد و بانوان فلسطینی یک بازی دفاع کارانه را بر مقابل استرالیا نشان دادند. 15 دقیقه دیگر موند تا پایان وقت اساسی قسم اول. با وجود بهترین وضعیت‌های گلزنی تا کنون حساب شده نشده است. آرام نصراللهیوا موقع نادرست گرفته بود. مهرنگار میرزایوا توپ به نظارت بازیگران ما میگذارد. ارسال خیلی بلند به خط حمله. ملی پوشان میهن امکانیت میجویند. مرجانه سعیدوا از مسافه دور ضربه 9 دقیق اجرا کرد. نرین ابواسفر از مرکز میدان هجوم دستش رو ادامه داد، ولی پس انجام داده او به خط حمله اندک 9 دقیق بود، یعنی یگان هم دستش در خط حمله موقع نگرفته بودند که برای به دست آوردن توپ مبارزه برند. تخمینه بهرام پسی و به خط حمله فرصت برای مرجانه سعیدوا، اما ضربه زده مرجانه سعیدوا چندان قوی نبود که وارد دروازه شود. امکانیت نوبتی ضربه از مسافه دور و چگونه خطرناک بود. تیری دروازه فلسطین را از گل نجات داد. واقعا هم دو وضعیت نهایت خوبی گلزنی بود برای فوتبال بازان ما. در نوبت اول مرجانه سعیدوا موفق نگردید، ولی در کوشش دوم ضربه زده زرینه سفرزاده خیلی و خیلی قوی بود. آسه برداشته است سروان منتخب. باز هم دکتر تیم ملی ما مجبور می شود که برای رسانیدن یاری طبی وارد میدان شود. با ضربه زده زرینه سفرزاده توجه میکنیم چی طور عالی اجرا کرده شد. اینجا اگر دروازه‌بان فلسطین به توپ نمیرسید فکر میکنم یکی از زیباترین گل ها در مرحله انتخابی چمپیونات آسیا، البته در گروه سی، به قید گرفته میشد. در نیمه اول 3 فرصتی خیلی هم خوبی گلزنی را بازیگران ما سازمان دادند. از دو وضعیت مرجانه سعیدوا استفاده کردن نتوانست و ضربه زده زرینه سفرزاده باشد. بعد صدگذاری از جانب دروازه‌بان به تیر دروازه برخورده برگشت.
در این برابر طبیبان منتخب فلسطین نیز با دروازه‌بان خویش یاری میرسونند. او نیز جراحت گرفته است. در این میان داور برای آموزشی فوتبالبازان هر دو منتخب اندکی تنفس اعلان میکند. اگر هنرنمایی فوتبالبازان ما با همین ترتیب ادامه کند پس به احتمال زیاد آنها حتما با دروازه رقیب گل خواهند زد. یکی از سبب‌های اساسی که بازیگران ما گل زده نمیتوانند این از حساب کم تجربگی است. باید منتخبی بانوان ما رقابت‌های بیشتر دایر کنند، آمادگی خوبتر رو پس سر نمایند تا اینکه همون ترس، سراسیمگی و مشکلی های موجوده رو از بین ببرند. در چند وضعیت اگر اهمیت داده باشد بازیگران ما از مسافه 5 یا که تقریبا 10 متر به یکدیگر پاس‌های درست و دقیق روان کردن نمیتوانند. زرینه سفرزاده خیلی هم خوب بازی کرد در خط حمایت. در میبینیم مارجونا سید ونیز و میدان برگشته است. دین عبدین تلاش بازیگران فلسطین و متاسفانه در دقیقه 36 حساب کشوده شد به فایده منتخب فلسطین. در فوتبال بیننده های عزیز قاعده نونوشته است که اگر به دروازه رقیب گل نزدی حتما به دروازه گل میزنند. نرین ابواسفر نیم حمایتگر تحت شماره 6 به زدن گل موفق گردید. دفاعگران منتخب ما رو خیلی و خیلی خوب فریب داد. نرین ابواسفر توجه میکنیم از یوته دو بازیگر گذشت، بعدا توپ رو وریدی در حوزه فرهناز خالدور بکرد. فرهناز خالدور و با دروازه‌اش 18مین گل رو سر داد در مرحله انتخابی چمپیونات آسیا 2026. داورانکنی بسیار هم دقیق فکر میکنم داور مرکز کورتیزر نشان میدهد. بله، چون که داورانکنی از جانب اولجمال المراد و خیلی و خیلی جدی بود. حتی در بعضی از حالت‌ها داوران کارت سرخ نیز در این گونه وضعیت نشان میدهند. در بازی بر مقابل تایپه چین اگر اشتباه نکنم اولجمال المراد و کارت زرد گرفته بود. آنجا ماست با اشتباهی اولجمال المراد و داور سمتی در حوزه ما پنالتی تعیین کرده بود. ضربه جریمه‌ای با فایده بازیگران فلسطین. آنها الکی نخستین گل خود را در مرحله انتخابی به هدف رسانیدند و همچنین در حساب و پیشرفت نیز هستند. داور با بازیگران هر دو منتخب آگاهی شفاهی می‌دهد. اجازه نیز داده شد. ارسال نرین ابواسفر فرهناز خالدور و اولین شده به توپ رسید. البته فرهناز خالدور و بیننده های عزیز دروازه‌بانی چندان بد نیست. در هفته 3 رقابت مرحله انتخابی
چندین وضعیت‌های گلزنی را فرهناز خلدور و برطرف کرد، ولی حمایتگران ایمو بازی نااستوار نشان می‌دهند. با اشتباه آنها با سهلنگاری حمایتگران منتخب رقیب وضعیت‌های گلزنی را با وجود آورده از آنها به طور ثمرناک استفاده می‌برد. مهرنگار میرزایeva پس زمینی او با کامیلا رسولووا اوت است. میتوانیم بگیم که منتخب بانوان فلسطین در نیمه اول چندان وضعیت‌های زیادی گلزنی نداشتند، ولی یک هجوم با فایده آنها جنب بست کرده. فوتبال بازی کلیدی آنها نرین ابو اصفر نیم حمایتگر با زدن نخستین گل دستش در مرحله انتخابی شرفیاب شد. از اوت بازیگران ما توپ را نادرست به بازی وارد کردند. حریف امکانیتی خیلی هم خوب را جویا می شود و حتی صاحب نیز گردید، ولی افساید به قید گرفته شد. بازیگر شماره 17 و یا ثمرت 100% در حالت نوبازی بود. بیشتر از شاهسان هم هجومت و این بازیگر موقع گرفته است. آرام نصرالله‌eva ارسال خیلی بلند پهلوتر از دروازه میدان رو ترک نمود. 5 دقیقه دیگر موند تا انجام وقت اساسی قسم اول. هنگامی که تیم ملی ما با هجوم میگذارد، کم در کم بازیگران در نزد دروازه رقیب پیدا می شوند. بیشتر فوتبال بازان ما خط دفاع را اختیار می کنند. برای مثال در وضعیتی که چند پیش به میان آمد به استثنای آرام نصرالله و همچنین مرجان سعید و دیگر بازیگران عقیب‌تر موقع گرفته بودند. در مرکز میدان ترکیب برای بازیگران فلسطین قطع می گردد. اینجا اوت به نفع فوتبال بازان فلسطین است. دین عبدین توبرابایی بسیار خوب بود از جانبی مهرنگار میرزایeva. قاعده بازی بران نشده است، هرچند دو فوتبال بازی منتخب فلسطین در میدان خوابیدند، ولی داور در نوبت اول اشاره کرد که باید بازی ادامه یابد. در قسم اول آسیبگیری فوتبال بازان با اشتراک بازیگران هر دو منتخب خیلی زیاد بود. در دقیقه های آخری قسم یکم یک بار دو بازیگر فلسطینی جراحت برداشته است. اینجا نخستین شده بازیگر فلسطین با قاعده ستیزی دست با پای اولجمو المراتو و ضربه زد و بعدا خودش نیز جراحت گرفت.
یوسف ربیف از مرز میدان بعد از پروران خود دستور سپارش می‌دهد و برای راه دادن به اشتباه آنها را سرزنش نیز می‌کند. یک از مشکلی های اساسی تیم ملی ما در همین مرحله انتخابی خط حمایه بود. یعنی یگان بازیگر پیدا نمی شود که در خط حمایه بازی استوارانه را نشان می دهد. هر دو بازیگر جراحت برداشته فلسطین از زمین برخاست. وقتی اساسی نیمه یکم نیز به انتهای خویش نزدیک است. حتما دوبار این دقیقه های برهدر رفته را به نوبت گرفته 3 یا 5 دقیقه به وقت اساسی قسم یکم ایلوه خواهد کرد. و اکنون از زاوت فوتبال بازان فلسطین انیخترش پیا قسیس توپ رو با بازی وارد می سازد. آرام نصرالله ایوان باز هم آوت کار میکنند بازیگران تیم ملی فلسطین. خوب 45 دقیقه وقت اساسی قسم اول خاتمه یافت. تماشابینان گرامی قدر 5 دقیقه نه 6 دقیقه زم کرده شد. وقت اساسی نیمه یکم. بازیگران ما امکان دارند که در این فرصت و فاصله با زدن گل جوابی شرف یاب شوند با شرطی که از همون امکانات به عمل آمده ثمرناک استفاده برند. در مرکز میدان تلاش شهزاده و چیلدی و از مسافه دور دروازه حریف را نشان گرفت اما خطا کرد. تخمینه بهرام میتوانم با باوری بگویم که هر دو دسته بازی بی نظم و نظام را نشان داده ایستادند. تخمینه بهرام جراحت برداشت ولی دوبار اجازه میدهد که این رقابت ادامه یابد. ارسال نوبتی آرام نصرالله و حمایتگری مرکزی منتخب فلسطین این وضعیت را رفع نمود. از کنار چپ ارسال های انجام داده آرام نصرالله و خیلی خوبه. با پای چپ ارسال های توپناک و داخل جریمه‌گاه انجام میدهد. در وضعیت قبلی دروازه‌بان اشتباه کرد فرحناس خالدار و به یگان چنوچرا توپ را زده از میدان بیرون نمود، در حالی که میتوانست به همدستایش که در موقع کاملا آزاد بودند به آنها پس بدهد. تلاش مرجانه سعید و ببینید که تنها دو بازیگر از هیئت منتخب ما در خط حمله است. باقی مانده فوتبال بازان در کجااند؟ آخر فوتبال بازی دستاوی است، باید همه برای به ثمر رسانیدن گل تلاش کنند. اینجا دوباره اشاره میکند که مرجانه سعید و غیر قاعده بازی کرده است. واقعا هم حرکتی انجام داده مرجانه بیرون از همون خط معین شده غیر قاعده بود. در نوبت اول دوباره از کشور ایران به سربان منتخب آگاهی شفاهی داد. در قسم یکم دوباره مرکز از هیئت منتخب تاجیکستان یک بازیگر را با کارت زرد مجازات کرد. حمایتگر مرکزی بازیگر شماره 15 الجمال المراتوه
کارت زرد گرفته بود. تلاش آرام نصرالله و تو بلکه از میدان بیرون شده بود. بیننده های عزیز، وخوری منتخب های اردن و ازبکستان جمع بست گردید. هر دو منتخب به نتیجه مساوی دست یافتند. وخوری مذکور با حساب 3-3 جمع بست گردید و ازبکستان از زینه اول گروه جی به قسم نهایی چمپیونات آسیا را خط گرفت. در این برابر اردن نیز به قسمت نهایی را خط گرفت. از زینه دوم بازیگران اردن به قسمت نهایی برآمدند. باز هم قاعده ورانکنی، باز هم آسیب گیری فوتبال بازان، باز هم مرجان سعید و باز هم دروازه‌بان فلسطین آسیب می‌بردارد. در قسم اول رقابت اگر متوجه کنیم در قیاس به هجوم‌های خطرناک آسیب گیری فوتبال بازان زیاد بود. همکنون 12 اشتراکچی مرحله نهایی چمپیونات آسیا 2026 بین منتخب‌های بانوان تا 20 ساله معین شدند. تایلند کشور میزبان، کره شمالی از گروه A، ویتنام از گروه B، استرالیا از گروه C، هندوستان از گروه D، جمهوری مردمی چین از گروه E و ژاپن از گروه F، همسایه کشور ازبکستان از گروه G، از گروه H کره جنوبی. بعداً سه تیم بهترین زینه دوم اردن، بنگلادش و تایپی چین توانستند که به مرحله نهایی چمپیونات آسیا که از 1 تا 18 اپریل سال 2026 در تایلند برگزار می‌گردد راه خط بگیرند. از گروه سی که منتخب‌های فلسطین و تاجیکستان در آن جایگیر می‌باشند، دو منتخب به قسمت نهایی راه یافت. تایپی چین نیز با به دست آوردن نتیجه‌های بهتر از زینه دومی همین گروه به مرحله نهایی برآمد. علاقه 6 دقیقه زمان نموده داور مرکز به وقت اساسی قسم اول خاتمه یافت. دروازه‌بان منتخب فلسطین فکر میکنم آسیب گرفته‌اش خیلی و خیلی جدی است. رقابت را ادامه دادن میتواند یا اینکه نه چندان معلوم نیست. اینجا داور از طبیبان خواهش میکند که دروازه‌بان منتخب فلسطین را از میدان برارند. میرفت معروف در هفته مرحله انتخابی خیلی و خیلی زیاد جراحت گرفت، هم در بازی دور اول و هم در بازی دور دوم. از لحاظ آنکه وزن میرفت معروف خیلی و خیلی زیاد است، البته این نظر شخصی من است، به همین خاطر در وضعیت های نه چندان مشکل نیست به زمین می افتد و جراحت می بردارد. علاقه دقیقه 53 قسم اولی وخوری منتخب های تاجیکستان و فلسطین جریان دارد. تقریبا 2 دقیقه زمان نموده داور به نیمه یکم بر هدر رفت. یادآوری کنیم بازیگران ما در نزد جریمه‌گاه خویش مجبور میشوند که بقای دستی تیزی راه بدهند. زرینه سفرزاده بود که بر مقابل حریف غیر قاعده حرکت کرد.
нарин абу асфар дар назди тӯб аст. муаллифи голи ягонаи мунтахаби фаластин дар рақобати имрӯза. ҳамчунин дин абдӣ низ дар назди тӯб мавқеъ мегирад. сейфи олӣ фараҳноз холдорова яке аз беҳтарин имкониятҳои голзании рақибро аз байн бурд. ҷаҳиши хеле ҳам хуб анҷом дод фараҳноз холдорова. اینجا بازیگران فلسطین برای دروازه‌بانی ما مشکلی ایجاد میکنند. داور شاهزاده و چیلدیه و اینچنین اویا سمرات هر دو بازیگر را نزد خود دعوت نموده با آنها آگاهی شفاهی میدهد. اما اکنون اجازه داده شد دقیقه 55 نیز جریان دارد. به همین ترتیب بیننده های عزیز قسم اولی وخوری منتخب فلسطین و تاجیکستان جمع بست شد. با برتری یک توپ بازیگران فلسطین قسمت اولی این وخوری را جمع بست میکنند. اندک تنفس میکنیم و بعدا به نیمه دوم برمیگردیم. شبکه ما را پیگیر باشید.
Tupagi, ne yatıyor? هر تو همیشه قلو همیشه قلو همیشه قلو ها यहाँ पे शूज था Substitution for Tajikistan. Player number 20. Control of Tajikistan. The winner of this Ustoya Sukumar. Number 21. The winner of this Rahman from Regular established. بیننده های عزیز، تماشابینان گرامی قدر، مخلصان و علاقمندان شبکه فوتبال، برمیگردیم به قسم دوم بخوری منتخب های فلسطین و تاجیکستان. بعد انجام نیمه یکم حساب 1-0 به فایده بازیگران فلسطین است. در نیمه اول نیم حمایتگر این تیم بازیگر شماره 6 نرین ابو اسفر
با زدن گل دست یافت و نتیجه دیدار را رقم زد و در این برابر ملی پوشون میهن نیز در نیمه یکم چندین وضعیت خوبی گلزنی داشتند، ولی از حساب کم تجربگی بازیگران ما نتوانستند که همون امکانیت‌های به عمل آمده را ثمرناک استفاده برند. در قسم یکم طور ما شاهد گشتیم سروان منتخب مرجانه سعید و دو وضعیت و اینچنین زرینه سفرزاده حمله‌ور یک امکانیت خوبی گلزنی داشت، ولی از این امکانیت ها به طور باید و شاید استفاده کرده نتوانستند. یوسف ربیعیف سرمربی تیم ملی بانوان توپ سالای میهن در ابتدای نیمه دوم تغییرات انجام داد. بازیگر شماره 20 شکرانه اوستای و حمله‌ور از میدان گرفته شد و عزتی ذخیروی به جای این بازیگر فوتبالباز شماره 21 ریحانه شامرود و وارد رقابت گشت. این نخستین تغییرات بود در رقابت امروز اختراج در هیئت تیم ملی ما. ریحانه شامرود و در بازی دور دوم بر مقابل تایپه چین از دقیقه های اول وارد رقابت گشته بود، ولی در بازی امروزه او قسم اول را در کرسی های احتیاطی پس سر نمود. اما اکنون با هیئت هر دو دسته شناس میشویم. منتخب فلسطین با پیراهن‌های رنگش سفید و تیم ملی ما باشد با پیراهن‌های عنعنوی رنگش سفید در میدان هنرنمایی دارند. ضربه از مسافه دور از جانب دین عبدین، اما از پهلوی دروازه میدان را ترک نمود. خوب در خط دروازه فلسطین رقم 1 دروازه‌بان میرف معروف است. فوتبالبازان این منتخب رقم 5 رینا اوساریو، 6 نارین ابواسفر، 7 دین عبدین، 9 رند حلوانی، 12 سلینا غنیم، رقم 14 اودری فیلیپس، 16 لیلا اتمنا، 17 اویا سمرات، 18 نجوا سباق و بازیگری شماره 20 پیا قسیس. احمد حمد سرمربی منتخبی بانوان فلسطین است. هیئت منتخبی ما دروازه‌بان رقمی 16 فرهناس خالدور و دفاعگران رقم 2 شهزاده اوشیلدی و 3 زرینه سفرزاده، 4 مهری نیگار مرزه و بازیگری شماره 15 اولجمال المراتبه. در خط نیم حمایه رقم 14 تخمینه بهرام، رقم 19 کامیل رسول و رقم 21 ریحانه شامرود و هنرنمایی دارند. حمله‌وران رقم 7 مرجانه سعید و 9 آرام نصرالله و بازیگری شماره 22 شاه صنم حاجیمتوف هستند. اینجا برخی از بازیگران منتخب بانوان ما نشان داده می شود که از نشستگاه های ورزشگاهی مرکزی این رقابت را تماشا دارند. ضربه از مسافه دور اجرا گردید، ولی دروازه‌بان فلسطین آن را بدون مشکلی برطرف کرد. دوره میبینیم ریحانه شامرود و اوسیب گرفته است. به لحظه های تکراری این وضعیت توجه میکنیم. آیا دروازه‌بان فلسطین بر مقابل ریحانه قاعده بازی را ویران کرد یا اینکه نه؟ در نوبت دوم آرام نصرالله و ضربه زده است. اینجا دروازه‌بان فلسطین با دست خود ریحانه شامرود و را تیله داد. فکر میکنم این وضعیت رو داور مرکز ندید. خوب، سرمربی تیم ملی ما بیننده های عزیز متخصص محلی یوسف ربیعیف است. با گروه داوران نیز شناس میشویم. رقابت مرکز این واخوری را داور مرکز از جمهوری اسلامی ایران حکمی دارد. مهناز زاکایی یاورانی او، اتینا لشنی و سکی نکاموتو هستند. داور چهارم کنیماتسو هارونا، او نیز از ژاپن است. کمیسر رقابت پاک اونجی از جمهوری کره. شورای این رقابت باشد من دولت خطیب زاده است. تلاش ریحانه به نتیجه بود. ضربه کنجی تعیین می شود. من فکر کردم که توپ از پای ریحانه از میدان بیرون شد، ولی نه. داور اشاره میکند که باید از ضربه کنجی توپ به بازی وارد کرده شود.
ارسال الجمال المرادova فرصت برای بازیگران ما. مرجان سعید و به توپ رسیدن نتوانست. از کنار مقابل آرام نصرالله و تلاش خواهد کرد برای ادامه دادن حمله. تلاش آرام نصرالله و در نوبت دوم چندان قابل توجه نبود. بار دیگر یادآور میشوم که بیننده های عزیز منتخب های بانوان توپ 20 ساله تاجیکستان و فلسطین در بازی آخرین مرحله انتخابی چمپیونات آسیا 2026 در گروه سی با هم رقابت دارند. نتیجه این رقابت برای هر دو منتخب به نتیجه است. مقصد نوابسته از نتیجه این وخوری علاقه تاجیکستان و فلسطین از ادامه مسابقه بی‌نصیب مانده. راحتی گروه سی را استرالیا به دست آورد. تایپی چین در گروه دوم راه خویش را به مرحله نهایی هموار کرد. نرین ابواسفر توپ را از دست می‌دهد. مؤلف یگانه گل منتخب فلسطین. اینجا کامیلا رسولووا جراحت گرفته است. به نوارهای تکراری توجه میکنیم. هر دو بازیگر برابر به زمین افتیدند. اینجا اشاره بشود که بازیگر فلسطین قاعده بازی را ویران کرد. نفهمی با اشتراک بازیگران هر دو منتخب خیلی زیاد است. در قسم یکم نیز عیناً قاعده ویران کنی ها بیشتر بود. حتی دوبار در یک وضعیت مجبور شد که کارت زرد نشان دهد. آنجا حمایتگر مرکزی منتخبی ما الجمال المرادova برگه زرد گرفته بود. اشتباه نوبتی از جانب زرینه سفرزاده انجام داده شد. نه مهرینگار میرزازاده بود که غیر قاعده عمل کرد. اینجا دوبار رفتیم در نمایی فوتبال بازی ما مشکلی ایجاد کرد. مرجان سعید و یک بار 5 بازیگر منتخب فلسطین به هجوم فرار میکنند. دین عبدین، اویا سمرات، اودری فیلیپس، اندک بازیگران ما سراسیمه شدند وگرنه امکانی خوبتری ادامه دادن حمله وجود داشت. مهرینگار میرزایو از توپ را به بازی وارد کرد. دفاعگر باز هم هنرنمای فوتبال بازی ما در نیمه دوم نیز به نظم و نظام است. اودری فیلیپس از پای افتید. همه چیز از روی قاعده است. دوازده منتخبی که به مرحله نهایی چمپیونات آسیا را یافتند سال 2026 ماه اپریل با هم نیروسنجی میکنند و 4 تیم بهترین چمپیونات آسیا را خط میگیرد به جام جهانی بانوان توپ 20 ساله که در کشور پولشا صورت میگیرد. چمپیونات جهان با اشتراک بانوان توپ 20 ساله ماه سپتامبر برگزار می شود سال 2026 و در آن
24 منتخب از جمله 4 منتخب از قطعه آسیا اشتراک خواهند کرد. در قسم اول دروازه‌بان منتخب فلسطین خیلی زیاد جراحت گرفت. عموما آسیب برداری فوتبال بازان در نیمه اول با اشتراک بازیگران هر دو منتخب زیاد بود. مرجانه سعیدова فرصتی به نهایت خوب برای بازیگران ما، ولی دفاعگران فلسطین دو نفره به سربان منتخب فشار آوردند. ضربه کنجی به میان می آید به فایده ملی پوشان میهن. این نوبت خودی مرجانه تصمیم میگیرد که از ضربه کنجی توپ رو با بازی وارد کند. نه، این مسئولیت به المراد و وا گذاشته شد. تلاش مرجانه سعیدова پسی درست و دقیق نتوانست که به زرینه سفرزاده روان نماید. ارسالی توپ و از مسافه تقریبا 5 متر بازیگران ما نمیتوانند که به زدن گل دست یابند. امکانیتی به نهایت خوب داشت ریحانه شامرودova. ضربه زدهش چندان قوی نبود وگرنه توپ به دروازه وارد میشد. دین عبدین در دو وضعیت کاملا رسول و را فریب داد. البته ما منتظر همون لحظه تکراری میشویم. کارگردان نیز با دست دادن امکانیت حتما هجومی برآمده ملی پوشان میهن را برای ما نشان خواهد داد. خیلی در سطح پس بازی کرد حمایتگر کناری منتخب مهرینگار میرزایeva مسئول بود که در وضعیت قبلی حرکتی غیر قاعده داشت. مرجانه سعیدова همه چیز از روی قاعده است. نمای حمله منتخب ضربه زده ریحانه شامرودova را گلزن فلسطین برطرف نمودند. دیگر بار مرجانه سعیدova با توپ است. پس مهرینگار حالتی نابازی نیست. ارسالی نوبتی از جانب مرجانه سعیدova اجرا کرده شد. آرام نصراللهیv از کنار مقابل پس همدستش را قبول میکند. تخمینه بهرام ضربه زدن نتوانست. پایغه ریحانه شامرودova با فایده کار بود چون که توپ بعد رسیش به پای بازیگر فلسطین بعداً میدان رو ترک کرد. ارسالی هوایی زرینه سفرزاده ولی دروازه‌بان فیلیپین توپ رو به دستان خویش گرفت. در مرکز میدان
بازیگران فلسطین توپ رو صاحب میشوند. مهرنگار میرزایوا دو عرضه داشته که خود رو بلند نمود، چون که کاپیتان منتخب ما مرجان سعید و در همین حالت حرکتی انجام دادش خلاف قاعده های فوتبال بود. از حسابی عصبانیت زیاد مرجان سعید و پیوسته به قاعده ویران کنی دست میزنند، یا شاید میخواد که با این عمل کردش بازیگران فلسطین رو فشار دهد، از لحاظ پسیخیکی با آنها فشار می آورد. حرکت بسیار هم خوب با اشتراکی بازیگر فلسطین، ولی در نوبت دوم الجمال المرادوه به حریف امکانیت نداد. تخمینه بهرام پسی و به خط حمله از اوت. آرام نصرالله و توپ را به بازی وارد کرد. فرصت برای بازیگران ما، ولی رینا اوسوریو مجبور می شود که توپ را از میدان بیرون نماید. در قسم دوم و آخری بیننده های عزیز، فوتبال بازان ما از لحاظ با وجود آوردن ضربه های کنجی خیلی و خیلی فعالند. اینجا داوری مرکز بازیگرانی هر دو منتخب فکر میکنم آگاهی شفاهی میدهد. و دروازه‌بان تیم ملی فلسطین یوری طبی رسانیده می شود. گرفت معروف چی در هفته نیمه اول و چی در قسم دوم خیلی و خیلی زیاد جراحت گرفت. یا بازیگران فلسطین میخواند که با این رو وقت رو تلف بدهند. اگر ما توجه کنیم تا پایان وقت اساسی قسم دوم کمتر از 30 دقیقه وقت است. معلوم نیست که دروازه‌بان تیم ملی فلسطین بازی رو ادامه می‌دهد یا اینکه نه. هر وقتی که او سه میگیرد تقریبا 3 یا اینکه 4 دقیقه بر هدر می‌رود. برخی از کارمندان فدراسیون فوتبال تاجیکستان نیز در ورزشگاه حضور دارند و البته هنرنمایی منتخبی بانوانی میهن را تماشا نموده تحلیل میکنند و جهتی برطرف نمودن مشکلی های موجوده حتما چاره جویی خواهند کرد. با بازیگذاری از ضربه کنجی توپ به بازی وارد کرده شد مرجان سعید و توپ را از دست میدهند فوتبال بازان ما. اویا سمرت همکنون منتخبی فلسطین به هجومی جوابی میگذارد. حرکت های دین عبدین آرام نصرالله و توپ را به نظارت همدستایش برگرداند.
аудри филипс аз масофаи дур зарба зад. ним ҳиматгар вале зарба иҷро кардаи ӯ барои фараҳноз холдорова чандон хавфу хатареро ба миён оварда натавонист. феълан агар мо ба гурӯҳи ба ҷадвали гурӯҳи си назар кунем, фаластин дар зинаи сеюм қарор мегирад. ҳолати офсайд аст. оя самарат ҳамлавари канори фаластин дар ҳолати нобозӣ қарор гирифта буд. аз ин зовия пай бурдан мумкин аст ки воқеан ҳам дар ҳамон вазъият ҳолати нобозӣ вуҷуд дошт. талоши марҷона саидова зарба аз масофаи дур ва дар ду вазъият имконият барои марҷона саидова. инҷо офсайд будааст. ба ҳар ҳол имконияти голзанӣ аз даст рафт. чӣ тавр имконияти хеле хубро ба роҳ монданд бозигарони мо. дар ин вазъият фикр мекунам ҳолати нобозӣ дар куҷо буд? довар дар ин вазъият вуҷуд доштани офсайдро ба инобат гирифтааст. агар ки дар кӯшиши якум марҷона саидова гол мезад, ягон ҳолати нобозӣ набуд, вале дар талоши дуюмаш офсайд ба қайд гирифта шуд. зарина сафарзода дар ётаи ду бозигари фаластин тӯбро аз даст медиҳад. фараҳноз холдорова зуд тӯбро ба бозӣ ворид кард. талоши бозигарони мо. инҷо ҳиматгари фаластин сари вақт пайхас намуд ки ба ӯ фишор меоранд. таваккал накарду зуд тӯбро зада аз назди дарвозааш дур кард. боз ҳам зарбаи кунҷӣ ба миён меояд ба фоидаи дастпарварони юсуф рабиев. аз ин канор марҷона саидова зарбаҳои кунҷиро ба бозӣ медарорад. ирсоли хеле баланди марҷона. футболбозони мо ба иштибоҳ роҳ медиҳанд. меҳринигор мирзоева, васиёром насруллоева буд ки чандон хуб иҷро карда нашуд. бисёре аз бозигарони мо дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф мавқеъ мегиранд. зарина сафарзода дар нима якум як зарбаи бисёрам хуб иҷро кард ҷониби дарвозаи фаластин. тахминаи баҳром ту ба дасти футболбози фаластин бархӯрд, вале ин вазъият аз мадди назари довари марказ дур монд. пойғи ҷиулҷамол элмуротова хеле хуб буд. очилдиева, тахминаи баҳром, гузариши тахмина. ҳамакнун зарина сафарзода дар маркази майдон пас медиҳад ба меҳринигор. комила расулова аз ётаи ду нафар, нафари сеюмро низ комила фиреб дод, вале идомаи ин ҳамла чандон хуб ба роҳ монда нашуд. аммо маълум нест ки зимни ба бозӣ ворид кардани тӯб
بر مقابل فوتبال بازی ما قاعده بازی برام شد یا اینکه نه؟ مرجان سعید و حرکت های غیر قاعده‌ای انجام میدهد. ادوار اشاره میکند که باید فوتبال بازی واسه شود. بازیگر شماره 16 از هیئت فلسطین میدان رو ترک میکند. بیننده های عزیز، لیلا اتمن، نه معذرت، لیلا اتمنه از هیئت ذخیروی بازیگر شماره 10 وارد رقابت شد. نی صفی دومین تغییرات در هیئت منتخبی فلسطین بود. دوام چند دقیقه اخیر ملی پوشانی میهن چند وضعیت خطرناک رو سازمان دادند. ارسالی الجمال المراد و خطا رفت. تا این دم سرمربی منتخب ما بیننده های عزیز تنها یک تغییرات انجام داد. در نیمه دوم ریحانه شامرود و وارد رقابت گشت. در این برابر سرمربی یکچین فلسطین دو بازیگر را عوض نمود. نیصفی همین بازیگری که در مرکز توجه ما و شما است چند پیش وارد رقابت گشت. جهتی پرقوت نموندنی خطی حمله، چون که این بازیگر اساساً حمله‌ور است. بازیگران فلسطین از توپ رو به بازی در آوردند. نرین ابواسفر ارسال نوبتی توپ به کنار مقابل. ریحانه شامراد و سه برداشت. سه برداشت اینکه به نیرنگ بازی دست داد. اوچیلدیوا تلاشی اوچیلدیوا همکنون زرینه سفرزاده به کنار چپ توپ رو روان نمود. امکانیت برای بازیگران ما در این وضعیت میتوانست که با وجود آید. مهرنگار میرزایوا پسی او با مرجانه اینجا سه برداشته است. مهرنگار میرزایوا از پای چپش جراحت گرفت. بیا اینجا. میتونی بیا این فکر میکنم بیا این طرف. اوسه بگرفته مهرنگار میرزایوا. اندک جدی است. معلوم نیست که با مهرنگار را چی رخ داد که او اوسه بگرفت. اکنون زرینه سفرزاده توپ را به بازی وارد کرد. ارسالی الجمال المرادوه تلاش بازیگران ما برای برابر کردن حساب ادامه میکند. این هم دروازه‌بان تیم ملی فلسطین است، میرفت معروف. منتخب های فلسطین و تاجیکستان بیننده های عزیز تا این دم یگان مراتبه به مرحله نهایی چمپیونات آسیا نبرآمدند. نرین ابواسفر فرصت نوبتی را جویا می شود. ضربه نرین ابواسفر و متاسفانه حساب رقابت 2-0 می گردد. بازیگر مذکور مؤلف دوبل گردید.
در قسم یکم با زدن یک گل دست یافت و در نیمه دوم گل 98 را به قید گرفت. تا این دم تیم ملی فلسطین در مرحله انتخابی 2 گل به هدف رسانده است که هر دوی این گل را بازیگر شماره 6 نرین ابواصفر به هدف رساند. ادامه رقابت برای ملی پوشان میهن مشکل می شود. از این به بعد فوتبال گزینی ما برای از بین بردن فرقیت 2 توپ مبارزه میبرد. سرمربی تیم ملی فلسطین احمد حمد مبسوط در نشستی مطبوعاتی پیش از آغاز مرحله انتخابی قید نموده بود که مرحله آمادگی ما خیلی خوب پس سر گردید. ما نیز برای به دست آوردن گذرنامه به چمپیونات آسیا البته به مرحله نهایی تلاش خواهیم کرد، ولی باید قید نمود که در گروه ما 2 منتخبی پرقوت تایپه چین و استرالیا قرار دارند که حتما برای ما مشکلی ایجاد میکنند و واقعا هم گفته های سرمربی تیم ملی فلسطین تصدیق شدند. هم تایپه چین و هم استرالیا توانستند که فلسطین را شکست بدهند. در مرکز میدان مرجان سعید و بوتوب است. کاملا رسولووا از مسافه دور ضربه زد ولی ضربه زدهش چندان خطرناک نبود. دوره میبینیم تغییرات نوبتی در هیئت منتخبی ما انجام داده شده است. بازیگر شماره 18 از هیئت ذخیروی وارد رقابت گردید منظوره قیومووا و احتمال زیاد آن همان بازیگر آسیب برداشته فوتبال بازی شماره 4 مهرینیگار میرزوی و روی وزن نموده. نای صفی جو بازیگر نوبتی از هیئت منتخبی فلسطین آماده است که وارد رقابت شود. خوب سرمربی فلسطین کی را از میدان گرفت. بازیگر شماره 18 نجبه سباق و جای این بازیگر فوتبال بازی شماره 13 به میدان آمد دیمداس و نیم حمایتگر است. اینجا حالت این بازی به قید گرفته شده است. فوتبال بازی شماره 18 از هیئت منتخبی ما در افساید بود منظوره قیومووا. ده دقیقه دیگر ماند تا انجام رقابت منتخب‌های تاجیکستان و فلسطین. حساب 2-0 جریان دارد و بانوان فلسطینی در حساب پیشرفت می‌باشند. کاملا رسولووا بیننده های عزیز میدان رو ترک میکند. حمله برای منتخبی ما و به جای او بازیگر شماره 13 نازیه اوزاقووا.
جهتی پرقوت نمودن خطی حمایه با بازی وارد گردید. تخمینه بهرام دیگر بار تو به نظارت بازیگران ما برمیگردد. اوچیل دیوا اوتین می شود. در مرکز میدان زرینه سفرزاده توپ را از دست داد. تلاش نوبتی فوتبال بازی فلسطین و الجمال المرادوه با قاعده تیزی دست. در ادامه رقابت الجمال را ضرور است که احتیاط کارانه بازی کند، چون که این فوتبال باز الکی در حسابش یک کارت زرد دارد. حمایتگر مرکزی منتخب ما در نیمه اول یک دفعه با برگه زرد مجازات شد. در صورت دوباره کارت زرد گرفتن میدان بدر می شود. فرهناز خالدار و بدون مشکلی ضربه زده حریف را برگرداند. مرجان سعید و حداقل بازیگران ما در مرحله انتخابی یک گل به هدف رساندند. منظور قیومووا از مسافه دور ضربه اجرا میکنند، در حالی که ضربه های زده شان چندان قوی نیست. زوری بهوده میزنند فوتبال بازون ما، یعنی به این معنا که از موقع های دست نورس کوشش میکنند که به دروازه رقیب گل بزنند. یک بار دو بازیگر ما فشار میارد. منظور قیومووا با همراهی ریحانه. اینجا بازیگر جراحت میگیرد. شاهسنم هجومات و لنگیده شاهسنم هجومات و در میدان برآمد دارد. نیکوبخت خداداد و یکی از بازیگران تجربه دار تیم ملی بانوان ما. البته نیکوبخت نیز یک زمان در تیم منتخب بانوان تا 20 ساله برآمد میکرد. این زمان در منتخب اساسی بانوان میهن نیکوبخت برآمد میکنه. هر سه رقابتی که با اشتراک تیم ملی بانوان تا 20 ساله کشور در مرحله انتخابی صورت گرفت، در ورزشگاه مرکزی جمهوری عربی شهر دوشنبه صورت گرفت. در عموم کل بازی های مرحله انتخابی گروه سی در میدان مرکزی شهر دوشنبه دایر گردیده. تلاش زرینه سفرزاده یگان عملکرد غیر قاعده نبود. حمایتگر ما فشار آورد برای به دست آوردن توپ و در نتیجه بازیگری فلسطین به زمین رفت. اینجا فوتبال بازی شماره 22 شاهسنم هجومات و میدان را ترک میکند بنابر سبب جراحت برداشتن و به جای او فوتبال بازی شماره 12 ملاحت ددمات و بازی وارد گردید. وقتی اساسی وخوری مذکور نیز به انتهای خش نزدیک است.
Zarina Safarzada قاعده بازی رو ویران کرد. دوباره میتواند که در این وضعیت با او کارت زرد نشان بدهد. برقصدانه صدراهی هجوم رقیب رو گرفت. بوسم طبیبان منتخب فلسطین به میدان وارد می شوند. اگر در جمع وارد شوی طبیبان هر دو منتخب رو به میدان در آن همین بخوری ما حساب کنیم شاید تقریبا 10 دقیقه یا زیادتر رو تشکیل بدهد، چون که آسیب گیری فوتبال بازان خیلی و خیلی زیاد بود، چی در قسم اول و چی در نیمه دوم. از فرصت مناسب استفاده برده، یعنی از آن همون رسانیدن یاری طبیبان با فوتبال بازی آسیای برداشته فلسطین، دیگر بازیگران استراحت نموده آن همون خستگی خود رو میخواند که برطرف نماید. دین عبدین فوتبال بازی شماره 7 از زمین برخست. اکنون برای یک چند ثانیه هم بازیگر آسیای برداشته میدان رو ترک خواهد کرد. دیگر بار همون وضعیتی به عمل آمده به ما نشان داده شد که آنجا زرینه سفرزاده قاعده بازی رو ویران کرد. دیگر بار واخری مذکور ادامه یابد. نوبت فرهناز خلدور و جراحت برداشت. حتما بعد انجام این رقابت من وقت جدا نموده آسیبگیری فوتبال بازانی هر دو منتخب رو حساب میکنم. واقعا هم بر مقابل فرهناز قاعده بازی ویران شده است. این وقت طبیبان منتخب ما وارد میدان میشوند. کارت زرد نشان داده شد با کی؟ با بازیگر شماره 9. نه، اینجا کارت زرد با مرجانه سعیدова نشان داده شده است، با کاپیتان تیم ملی بانوان ما. شاید به خاطر اعتراض بیان نمودند به قرار داور مرجانه سعیدова با برگه زرد مجازات گردید. واقعا هم در این وضعیت فوتبال بازی فلسطین پای فرهناز خلدور و رو زیر کرده است. باید اینجا کارت زرد به بازیگر فلسطین نشان داده میشد. تا این دم داور ایرانی 2 برگه زرد نشان داد، هر دو کارت زرد به فوتبال بازان ما. در نیمه اول الجمال المرادova و چند پیش مرجانه سعیدova کارت زرد گرفتند. اینجا آوت به فایده فوتبال بازان ما است. اشاره می شود که باید فرهناز خلدور و از نزد دروازه توپ را به بازی وارد نماید. زرینه سفرزاده 90 دقیقه وقت اساسی پشت سر گردید. هفت دقیقه زم کرده شد با وقت اساسی نیمه دوم.
در گروه سی منتخب استرالیا 3 پیروزی به دست آورد. تایپه چین 2 غلبه 1 باخت. منتخب فلسطین باشد در 2 بازی ناکام شد، دور اول و دور دوم، و مکنون این منتخب نزدیک است که در دور سوم به پیروزی شرفیاب گردد. به احتمال زیاد تیم ملی ما هر 3 وخوری مرحله انتخابی رو با شکست‌های پی هم جنبست میکنه. اینجا یک بازیگر از تیم منتخب فلسطین جراحت گرفته است. داور اجازه میدهد که وخوری ادامه یابد. حالا فرصت برای بازیگران ما میتوانست که به میان آید، اما اکنون داور صدای اشتکی خود رو بلند نمود. بیرون از قاعده داور فوتبال بازی ما انکترش ملاحظات ددمات و از اوت توپ رو به بازی وارد کرد. اما اکنون اجازه داده شد دیگر بار اوت با فایده ملی پوشانی میهن. یگان حرکتی غیر قاعده نبود و در این برابر اوت نیست، با فایده بازیگران فلسطین می باشد. از 7 دقیقه زم کرده داور به وقت اساسی قسم دوم تقریبا 3 دقیقه اش پشت سر می گردد. حساب همونو 2-0 است. هر دو گل را از سمت منتخب فلسطین نیم همتگر تحت شماره 6 نرین ابو اصفر به هدف رساند. باز هم وسیبگیری فوتبال بازون یکی از واقعه هایی که در رقابت امروزه از همه زیاد صورت گرفت این وسیبگیری فوتبال بازون می باشد. دین عبدین فوتبال بازی شماره 7 تیم ملی فلسطین کارت زرد گرفت. اینجا داور اشاره میکند که باید فوتبال باز ایواز شود. یک بار 3 بازیگر ایواز میشوند. فوتبال بازی شماره 20 میدان رو ترک میکند. پیا قسیس به جای او بازیگر شماره 15 لیون ابو ضرور وارد رقابت میشود. همچنین فوتبال بازی شماره 17 اویا سمرد میدان رو ترک میکند. به جای او بازیگر شماره 19 وارد رقابت خواهد شد. این قرش طلا می باشد. بازیگر شماره 3 نیز از ذخیره منتخب فلسطین وارد رقابت گردید. لورن نبر سرمربی منتخب فلسطین از 5 تغییراتی که در اختیار خویش داشت به پورگی استفاده بود. در این برابر یوسف ربیف میتواند که 1 یا 2 بازیگر رو عوض نماید. ارسال به خط حمله منظور قیومووا کوشش کرد برای به دست آوردن توپ ولی موفق گردیدن نتوانست. مرجانه سید و ضربه از مسافه دور و انکترش بیرون از جریمه‌گاه دروازه فلسطین رو نشان گرفت. در مرحله انتخابی تا کنون بازیگران ما با زدن حداقل 1 گل شرفیاب نشدند.
یکونیم دقیقه دیگر وقت است برای هر دو منتخب. منظور قیومووا. البته مقال خلقی است که زور بیهوده میان رو میشکند. فوتبال بازان ما نیست زوری بیهوده میزنند. از موقع های کاملا دستنورس دروازه رقیب رو نشان میگیرند. اینجا بازیگران فلسطین اومدند که از اوت توپ رو با بازی وارد سازند. با احتمال زیاد این وخوری با حساب 2-0 جنبست میگردد. تیم ملی ما بدون به دست آوردن غلبه، بدون به دست آوردن امتیاز و بدون به ثمر رسانیدن گل مرحله انتخابی چمپیونات آسیا را به انجام می‌رساند. استرالیا در این گروه با کسب 9 امتیاز زینه اول را صاحب شد. تایپی چین با 6 امتیاز زینه دوم را صاحب گشت. فلسطین با 3 امتیاز در زینه سوم گروه سی جایگیر می شود و تاجیکستان باشد بدون یگان امتیاز مبارزه را خاتمه می بخشد. الکی دقیقه 98 پشتی سر می گردد. ارسال زرینه سفرزاده به خط حمله. توبرابایی منظوره قیومووا یک نفر را خیلی زیبا فریب داد. فرصت هست اینجا پس نادرست اجرا گردید. دیگر بار منظوره قیومووا از یک نفر میگذرد. ارسالی او به مرکز باز هم این هجوم نتیجه نداد. همین طریق وخوری منتخب‌های فلسطین و تاجیکستان با حساب 2-0 به فایده فلسطین با پایان میرسد و منتخبی ما با 3 شکست پی هم مرحله انتخابی را به انجام میرساند. گزارش مستقیمی ما از ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه بیننده های عزیز به انجام میرسد. وخوری مذکور را برایتان شرح و توضیح دادم. من دولت خطیب زاده با جمعی همکاران تکنیکی خیر تحصیلات و خانه آباد و دوستدار فوتبال باقی بمانید. And now the national the full time for
Agdise